کسی هم بذار یه چی رو بهت بگم، ما باید به یوتیوبرها تیکه بندازیم، جت پست بیشتر بذاریم و با دلارهامون مثل بقیه فخر بفروشیم. نکته اول، معدن دلار تو کارهای بی‌شرفیه. مثلا حتی اگر بخواید مثل چاک کارهای شرافتمندانه انجام بدیم، باز هم مشکل زبال و نرد بودن میگیرید. پس به جای نردوزیا دراما کنید، یا اینکه یک کلون مثل صدها هزار تا کلون ایران حواشی بشی. نکته دوم، فکر میکنی چرا کاراکتر سال گودمن انقدر موفقه؟ خب بذار خودم بهت بگم. من از وقتی ویدیو نقد و بررسی کاراکتر نقی معمولی گیمیا رو دیدم، صفات درست یک کاراکتر چت رو فهمیدم و انگیزه گرفتم. از شما میتونید مثل گیمیا رو ساخت محتوا انگیزشی دلارها رو بین خودتون محاصره کنید. نکته سوم، ببین اصلا این راه رو بهت پیشنهاد نمیکنم. میپرسی چرایی؟ اینکه مثل این 4 تا کسخل یه چنل زدم و یه اسم بی قاعده براش گذاشتم، فقط شت پست بزن و آرزو درآمد دلاری داشته باشی.